سیله پیوست کردن. الارحم جمع کلمه رحیم. رحیم اصلا یک عضوی زنها را رحیم گفته میشد که میشود گفت به زبان تاجیکی بچه‌دان یا زهدان میگویند و رحیم هم میگویند. الله تعالی از نام خودش به این عضو نام اشتقاق کرده است، از نام خودش نام گذاشته است. الله تعالی یکی از نامهاش رحیم است، مهربان است. به همین اعضای زنها همین نام را گذاشته است رحیم و گفته است که من وصلکی وصلته، کسی که با تو ای رحیم علاقه را پیوست کند من با او علاقه را پیوست میکنم. کی نمیخواهد که الله تعالی همراهش در علاقه باشد و یعنی معامله الله تعالی با این بنده نیک باشد؟ کی نمیخواهد اینه؟ من وصلتکی من وصلکی وصلته، کسی که با تو علاقه را پیوست کند ای رحیم ای بچه‌دان من با او علاقه را پیوست میکنم. و من قطعکی قطعته، کسی که با تو علاقه را کند من با او علاقه را میکنم. اصلا رحیم یعنی خیلی که گفتیم بچه‌دان، این رحیم است. صلة الرحیم پیوست کردن علاقه خویشاوندی. هر کسی که از یک رحیم به دنیا آمده است یا اینکه به رحیم او متعلق است اینها خویشاوندان است. اینها بعد پدر و مادر است.